آموزش امروزمون طرز تهیه شیرینی قرابیه بادام تبریزه. شیرینی قرابیه بادام نباید خشک باشه، بافتش باید نرم و آدامسی باشه، تختم نباشه، حالت قوس داشته باشه. بریم برای آموزش. خمیر مارسیپان میخوایم، 1.5 سفیده تخم مرغ. توی خمیر مارسیپانی که بهتون آموزش دادم چند وقت پیش گفتم 3 تخم مرغ نیاز دارید. من این 3 تخم مرغ رو نصف کردم، 1.5 یا ریختم داخل خمیر، 1.5 یا ریختم داخل الان همین شیرینیمون. 15 دقیقه کاملا هم میزنیم. توی این 15 دقیقه مدام پشت و رو کنید تا موادمون به صورت یک دست هم زده بشه. 1 قاشق مرباخوری آب لیمو، 2 قاشق غذاخوری روغن مایع، 1 قاشق چایخوری وانیل. مجدد هم بزنید. اگه دیدین مایعتون سفته، کنار دستتون سفیده تخم مرغ حتما باشه. سفیده تخم مرغ یه مقدار بهش اضافه کنید. من یه مقدار الان دیدم سفته، بهش سفیده تخم مرغ اضافه کردم. اگه دیدین شعله، بهش آرد برنج اضافه کنید. ببینید غلظت مد نظرتون این باشه. پس ما با 2 ماده مجازش میکنیم، یکی سفیده تخم مرغ، یکیش هم آرد برنج. مایه‌مون رو میریزیم داخل قیف. من از قیف 1 بار مصرف استفاده کردم. ماسورم نزدم، همینجوری ساده. حتی شما میتونید بدون قیفم با قاشقم پایپش کنید شیرینیاتون رو، هیچ ایرادی نداره. با فاصله شیرینی ها رو پایپ کنید و با خلال بادوم و خلال پسته پوشش بدید شیرینیاتون رو. انشالله تو آینده اگه فرصتی باشه براتون شیرینی قرابیه گردویی هم آموزش میدم. این شیرینی ها یه مقدار باید حسابی روش کار کنید، تجربهشو داشته باشید. یه فوتوفنایی داره، مخصوصا من اون فوتوفنا رو توی خمیر مارسیپان بهتون گفتم. اگه عزیزانی که ندیدن حتما برن تماشا کنن. خمیر مارسیپان خودتون تو خونه تهیه کنید، بهتره. گرون از بیرون تهیه نکنید. حتی تو آموزش خمیر مارسیپان گفتم به جای بادوم شما میتونید از بادوم زمینی استفاده کنید، به جای بادوم درختی از بادوم زمینی استفاده کنید. شیرینی ها رو داخل فر قرار میدیم به مدت 15 دقیقه با 160 درجه سانتیگراد. اصلا گریل رو روشن نکنید برای طلایی شدن اصلا. اینم سینی دوممه. وقتی که آماده شد 15 دقیقه تمام شد، بعد 15 دقیقه فر رو نیمه باز بذارین. حدود 5 دقیقه بعد از اون در بیارین سینی از فر. و مثل من اگه عجله دارین، دیدین که شیرینی چسبیده به کاغذ نسوز رو مثل من برگردونید و یکم بهش آب بزنید. مثل من نگاه کنید، آب بپاشید، مجدد برش گردونید، 2-3 دقیقه اجازه بدید تا یکم نرم بشه اون کاغذه، به راحتی جدا بشه شیرینیامون از کاغذ روغنیمون. مواد تشکیل دهنده شیرینی قرابیه از پودر بادوم، شکر، سفیده تخم مرغ و پودر نارگیله. مدت زمان نگهداریشم 2 ماهه در جای خشک و خنک داخل ظروف دربسته. امیدوارم که از آموزش امروز من لذت برده باشین. خوشحالم میکنید ویدیو رو لایک کنید، کانال رو دنبال کنید، زنگوله اطلاع رسانی رو فعال کنید
تا از آموزش‌های جدیدمون مطلع بشید. دوستان عزیز، کانال‌های آموزش بافتنی و قلاب بافی آسان دارم. لینک هر دو کانال رو توی توضیحات ویدیو براتون قرار میدم. اگه دوست داشتین برین دنبالش کنید، از آموزشاش لذت ببرید. شما رو تا آموزش‌های بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.